به کانال من خوش اومدید. امشب با یه ویدیوی جدید در خدمتتون هستیم. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. دلیل بیقراری و بیخوابی شبانه شما شاید سرد بودن پاهاتون باشه. وقتی پاها سرد میشن، رگ‌های خونی منقبض میشن و خون کمتری به گردش در میاد. گرم کردن پاها پیش از رفتن به رخت خواب باعث ارسال یک سیگنال به مغز میشه که شما رو برای خواب آماده میکنه. پوشیدن جوراب در رخت خواب ساده ترین راه برای گرم نگه داشتن پاها در طول شبه. روش های دیگه‌ای مثل استفاده کردن از بطری آب گرم یا تشکچه های برقی هم وجود داره. ولی این روش ها ممکنه باعث بشن که بیش از حد گرم بشید. البته خواب راحت تنها یکی از فواید خوابیدن با جورابه. با ما همراه باشید تا با فواید دیگه این عادت آشنا بشید. اما قبل از اینکه ادامه ویدیو رو تماشا کنید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و کامنت فراموش نشه. یکی از فواید خوابیدن با جوراب کاهش علائم رینوت هستش. استفاده از جوراب هنگام خواب ممکنه به جلوگیری از بروز علائم بیماری رینوت کمک بکنه. سرد بودن زیاد دست و پا میتونه نشانه ای از وجود این بیماری باشه. رینوت بیماری هست که عروق خونی رو در پوست تحت تاثیر قرار میده و حملات این بیماری معمولاً زمانی اتفاق میفته که فرد احساس سردی یا استرس بکنه. در طی حمله جریان خون به دست و پا کاهش پیدا میکنه و در نتیجه انگشتان دست و پا شروع به احساس سردی و بی‌حس شدن میکنن. همچنین ممکنه که رنگ ناخن‌ها هم شروع به سفید شدن یا آبی شدن بکنن. گاهی هم پاها یا دستها شروع به گزگز میکنن و متورم میشن. فایده بعدی جلوگیری از گر گرفتگیه. بسیاری از خانم‌ها در دوران یائسگی، گر گرفتگی و بالا رفتن حرارت بدن رو تجربه می‌کنند. این حالت به احساس ناگهانی گرما در بدن گفته میشه که باعث ایجاد تعریق، تپش قلب و سوزش صورت میشه. وقتی که در حین خواب جوراب میپوشید، باعث میشه که دما ناگهاناً پایین یا بالا نره و به تعادل دمای بدن کمک میکنه و اینجوری در جلوگیری از گر گرفتگی مفید هستش. این حالت توی این خانم ها معمولا به خاطر نوسانات هورمونی رخ میده که بر کنترل دمای بدنشون تأثیر میذاره. فایده بعدی هم بهبود ترک پا هست. پوشیدن جوراب‌های نخی بعد از استفاده کردن از مرطوب کننده ها باعث میشه که در طول شب چون راه نمیرید کم کم ترک پا بهبود پیدا بکنه و این خشکی پوست پا کاهش پیدا بکنه. حالا بهتره بررسی بکنیم که چرا پوشیدن جوراب در هنگام خواب این فواید رو داره. یک رابطه بین درجه حرارت مرکزی بدن و خواب وجود داره. بدن انسان در طول ساعات روز به طور میانگین در دمای 37 درجه فعالیت میکنه. اما در شب و در طول 4 الی 6 ساعت خواب درجه حرارت بدن 1.2 درجه کاهش پیدا میکنه. به نظر میرسه که این کاهش تدریجی درجه حرارت بدن نقش مهمی در عوامل نوروبیولوژیکی برای خواب رفتن و برای در خواب ماندن داره. هر چقدر سریعتر بتونید درجه حرارت مرکزی بدن رو پایین بیارید، سریعتر به خواب میرید. یکی از راه‌هایی که بدن به وسیله اون درجه حرارت بدن رو تنظیم میکنه، استفاده از عروق خونی در پوسته. اگر مغز به این نتیجه برسه که بدن بیش از حد گرم شده، عروق خونی رو گشاد میکنه و پدیده به نام اتساع عروق اتفاق میفته. گشاد شدن رگ‌های خونی باعث میشه که خون گرمتر مرکز بدن بره به سایر بخش‌ها و اونجا جریان پیدا بکنه و اینجوری خنک بشه.
اگر بدن بیش از حد هم سرد بشه، مغز واکنشی دقیقاً برعکس این حالت رو نشون میده. یعنی جریان خون به سطح بدن محدود میشه و پدیده انقباض یا تنگی عروق پیش میاد که در اینجاست که پاها اهمیت پیدا میکنن. کف دست و پا مؤثرترین قسمت‌های بدن برای تبادل حرارتی هستند، چون که بدون مو هستند و نسبت به سایر سطوح بدن عایق کمتری دارند. پژوهشگران دریافتند که گرم کردن پاها با استفاده از آب گرم یا پوشیدن جوراب درجه حرارت مرکزی بدن رو نسبت به وقتی که شما با پای سرد و بدون جوراب به خواب میرید سریعتر میاره پایین. و نکته جالب اینجاست که تأثیر این عمل حتی نسبت به مصرف مکمل‌های ملاتونین هم بیشتره. اگر نگران هستید که با پوشیدن جوراب بیش از حد احساس گرما میکنید، بهتره که از جوراب‌هایی استفاده بکنید که از الیاف طبیعی ساخته شده باشن، که این جوراب‌ها بهترین گزینه هستند و درسته که نسبت به بقیه جوراب‌ها گران‌ترن، ولی خب ارزش خرید رو دارن. و همچنین شما باید از جوراب‌هایی استفاده بکنید که راحت باشن، یعنی تنگ نباشن، چون ممکنه که جوراب‌های تنگ گردش خون رو کاهش بدن و مانع از گرم شدن مناسب پاها بشن. هرگز در هنگام شب و هنگام خواب از جوراب‌های واریس استفاده نکنید، مگه اینکه پزشک استفاده از این جوراب‌ها رو تجویز کرده باشه. این جوراب‌ها باعث دور شدن جریان خون از پاها میشن و ممکنه وقتی دراز میکشید کلاً جریان خون به پا رو مسدود بکنن. حالا اگه شما از پوشیدن جوراب حین خواب بدتون میاد، برای افزایش گردش خون در پا در هنگام خواب راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره. مثلا شما میتونید پاهاتون رو ماساژ بدین که این باعث میشه جریان خون به پاها بیشتر بشه، یا اینکه قبل از خواب از حمام در واقع پا، یعنی شستن پا با آب گرم یا کلا دوش آب گرم بگیرید، یا اینکه میتونید هنگام خواب یه پتوی اضافی روی پاهاتون هم بندازید که اینجوری هم کمک میکنه که پاها گرم بشن. اهمیت ندادن به خواب کافی برای برخی از افراد تبدیل به عادت شده. البته گهگاهی اگر شما دیر بخوابید ایرادی نداره، اما اگه این دیر خوابیدن ها و نداشتن خواب کافی طولانی مدت باشه، باعث بروز انواعی از مشکلات و بیماری ها میشه، مثل مشکلات مغزی، احتمال مبتلا شدن به دیابت، مشکلات قلبی، تضعیف سیستم ایمنی و انواع مختلفی از بیماری ها. پس حتما به اینکه شما خواب کافی داشته باشید توجه بکنید تا از مبتلا شدن به این بیماری ها جلوگیری بکنید. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار.